تمرین اول، چیدن پرتقال. تصور کنید می‌خواهید پرتقالی را از درخت بچینید. بازو را به سمت جلو و بالا بکشید. سپس دست را مشت کرده و به روی پا بازگردانید. این حرکت را 3 تا 5 بار تکرار کنید. تمرین دوم، بالا بردن دست از نردبان. بازوها را بالای سر نگه دارید. پله‌های نردبان خیالی را بگیرید و در همان حالت نشسته تا آنجایی که امکان دارد دستانتان را بالا ببرید. این حرکت را به صورت متناوب بین دو بازو انجام داده و به مدت 30 تا 40 ثانیه ادامه دهید. تمرین سوم، شنا کردن. از شنای قورباغه تا جایی که امکان دارد برای حرکت به جلو استفاده کنید. بازوها را به کنار بدن و بعد به سمت زانوها، سپس به سمت جلو حرکت دهید. شنای پروانه فشار زیادی بر عضلات وارد می کند و در لنف ادم منع می شود. بالعکس، شنای کرال آرام می تواند بسیار مفید باشد. تمرین چهارم، دست به سمت زانوی مقابل. کف دست را روی زانوی مقابل قرار دهید و زانو را به سمت پایین بکشید. سپس با زانو دست را به سمت بالا فشار دهید. این حالت را برای 5 ثانیه نگه دارید. بخش هفتم، ورزش با دسته جارو. تمرین اول، بالا و پایین بردن. دسته جارو را با دستها به صورت عمودی بین زانوها نگه دارید. با یک دست ته جارو را بگیرید و به صورت متناوب دسته جارو را بالا و پایین ببرید. تمرین دوم، بلند کردن وزنه. چوب را با 2 دست به صورت افقی نگه دارید به گونه‌ای که کف دست‌ها به سمت بالا باشد. چوب را تا بالای سر ببرید و بعد به وضعیت اول برگردانید. تمرین سوم، چرخاندن چوب. چوب را با 2 دست به صورت افقی نگه دارید به گونه‌ای که کف دست‌ها به سمت پایین باشد. تلاش کنید که چوب را بچرخانید. یک دست را به سمت جلو و دیگری را به سمت عقب حرکت دهید. این حالت را 3 تا 5 ثانیه نگه داشته سپس چوب را در خلاف جهت قبل بچرخانید. تمرین چهارم، پارو زدن. چوب را با 2 دست به صورت افقی نگه دارید به گونه‌ای که دست‌ها به سمت پایین و فاصله 2 دست حدود 30 سانتی متر باشد. با نهایت دامنه حرکتی بزرگ و مطلوب در هر 2 سمت شروع به پارو زدن کنید. تمرین پنجم، حرکت پاندالی.
چوب را به صورت عمودی از یک انتها جلوی خود نگه دارید. همانند پاندول ساعت، چوب را از یک طرف به طرف دیگر حرکت دهید. تمرین را با دست مقابل تکرار کنید. بخش 8. ورزش‌ها با توپ نرم. تمرین اول: جمع کردن عضله دو سر بازویی. توپ را با یک دست بگیرید به گونه‌ای که کف دست به سمت بالا باشد. توپ را به سمت شانه خود بغلطانید، سپس به وضعیت شروع بازگردید. حرکت را با دست مقابل تکرار کنید و دست در حال استراحت را روی ران قرار دهید. تمرین دوم: فشار دادن اسفنج. توپ را با کمک دو دست در آغوش نگه داشته و تا جایی که می توانید آن را فشار دهید. این فشار را برای 10 ثانیه نگه دارید. تمرین سوم: غلتاندن خمیر. توپ را روی ران خود نگه دارید و آن را با کل دست تا زانو بغلتانید. دوباره توپ را به آغوش خود بازگردانده و حرکت را برای دست مقابل انجام دهید. تمرین چهارم: چرخاندن توپ نرم. در حالی که بازو کشیده است، توپ را در یک دست نگه دارید. با 2 یا 3 حرکت دایره‌ای بزرگ، توپ را دور بدن هدایت کرده و آن را بین دو دست جابجا کنید. جهت‌ها را به صورت متناوب عوض کنید. این حرکت را 3 تا 5 بار تکرار کنید. یک ران را بالا بیاورید و توپ را به زیر آن هدایت کرده و با دست دیگر توپ را بگیرید و به صورت متناوب بین پاها و دستها این ورزش را انجام دهید. با آرزوی سلامتی و تندرستی برای تک تک شما عزیزان.